چطورین؟ امروز آوردمتون فستیوال هندیا توی مسکو. بریم که با هم ببینیم. اومدیم قسمت شیرینی هاش. زولوبیا داره. شیرینی اسمش بالا روی جافو. اون کوکونات جافو. یه دونه‌ش رو می‌خوایم امتحان کنیم. عالیه. از یه شیرینی نارگیلای ایران هست. سفیدا. اون منظرونه. قسمت غرفه غذاهای هندیه. اون زیاد دوست ندارم. نه پوست داشت. پیدا کردیم نیست. ولی سبزش خیلی قشنگه. بچه این یه خورش سبز رنگه پنیره. خورش پنیره. چای رایگان بودن، چای لیموه. حس کنم ببینم چجوریه. بچه چایش تنده. هم توش زنجبیل داره. این پیرمرده 50 سال سابقه فال گرفتن داره و داره فال میگیره. دختر کنارش هم داره ترجمه میکنه. ماها یه نوع درخته که میان خشکشون میکنن و درآمدشون میکنن. اعتقاد دارن که براشون خوششانسی داره. بچه این قسمت کلا صنایع دستی هندیه. آقا شمعاشو ببین چقدر خوشگله. حال هندی میزنن تا امتحانش کنم. اولین بار دارم حنا میزنم.